رودکی رخشید با شعری و دری و جلوه داد. قیمت حرف و کلام بند صد گنجینه را، پس لیوای زندگی از افتخار و بود ماست. انقلاب این بزرگان بسته آیین ماست. درود و شادباشی هایمان نثارتان باد. عزیزان دل و دیده، حاضرین عزتمند، مهمانان گرامی، خدای همه شما را به آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی خیر مقدم میگوییم. آزمون با مقصد بلند برداشتن ذوق کتابخوانی، تقویه حافظه فرهنگی، دریافت چهره‌های نو و سخنور، سخندان، ارج گذاشتن بر ارزش‌های ملی و فرهنگی، انکشاف قابلیت ایجادی، تحکیم احساس خودآگاهی و خودشناسی، بایگردانیدن ذخیره لغوی، تقویت جهان معنوی و فعالگردانی دایره زباندانی میان قشرهای مختلف جامعه از جمله خوانندگان و دانشجویان و همچنین ماجسترها، اسپیرانتها، دکتراندها و شهروندان جمهوری برگزار می‌گردد. واقعا هم آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی تحت سرپرستی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سال 2019 به مناسبت سزاوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. اشتراکچیان امروزه در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی از روی 4 نامیناسیون اشتراک می نمایند. نامیناسیون از یاد کردن و خواندن آثار ادبیات کلاسیک تاجیک، نامیناسیون از یاد کردن آثار ادیبان موثر تاجیک، نامیناسیون از یاد کردن و خواندن اشعار بچگانه و افسانه و روایت‌های خلق تاجیک، نامیناسیون از یاد کردن و خواندن آثار ادبیات جهان. ای به خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی تو کی راه بر شوی. در مکتب حقایق و نزد ادیب عشق، خوان ای پسر بکوش که روز پدر شوی. مرحمت هیئتی حکمان صادقов محمد، آموزگار از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 ناحیه قبادجان، از اشعار رودکی، از اشعار عطار نیشاپوری، سعدی شیرازی، ناصری خسرو، بلخی، جامی، هلالی، مشفقی و زیاد خیلی مطالعه نموده است. و از ادبیات کلاسیکی 71 نامگوی معلم عزیز برای هیئت حکمان پیشنهاد میکنند و همزمان در برابر ادبیات کلاسیک از ادبیات بچگانه نیز خیلی خوب با خبر هستند که زیاده از 30 نامگوی ادبیات های بچگانه مطالعه نموده اشان را برای ما پیشنهاد کردند. رباعیت ها، قیده ها، دو بیتی های زیاده از شاعران کلاسیک از ادبیات جهانی نیز میدانند. مرحمت هیئت حکمان خواهش میکنم از همه شما. اگر باشد یک مرحمت استاد عزیز، شما اینجا از رودکی دیوان اشعار نوشته اید. بله. از رودکی دیوان نمانده است. اینا چه خیلی فهمه؟ هم کتاب نو چاپ کردگی همه مجموعه اشعارش در داخل هوایه. اکن شون که شما باقی معلم مانده هستید، من این شعرهای خیلی سینباد سوال نامه و از رودکی دیوانش نمانده است، گم شده است، سوخت است، نابود شده است. این دیوان اشعاری که میگوید شما چی؟ شعرها را در نظر داره. نه باز نفهمیدید. یعنی دیوانش باقی نمانده است اما پاره های قطعه های از آثار رودکی آمده است به نام دیوان جمع کرده. بله. در تاجیکستان نشر شده است دیوان رودکی. همین کتاب چاپ شدگی همین کی نشر کرده است؟ تصویرانه اهمیت ندادم. دیوان رودکی هم 2-3 بار چاپ شد، غیر از آثار رودکی باز چاپ شد. در نامگوی از جمله سینبای آمده است، سینبادنامه و دوران آفتاب. اینها چی هم؟ اینها اشعار همون پراکنده هم در همین کتاب جمع آوری شده است. اشعار پراکنده نه، اینا باقی مانده، اشعار باقی مانده. اشعار پراکنده باقی مانده است، لیکن خودشون کدام نوع شعر نوشته اند؟ سینبادنامه و دوران آفتاب. قصیده شکایت از پیری هم در همین کتاب جای داده شده. یک شعر از بابا طاهر بگوین. رباعیات دو بیت‌های. سفیهونم چه جابی، که هر یار گرفتم به وفا بی. شوم یک سر بتازم تا به شیراز،
که در هر منزلش 100 آشنابی. از نیشاپوری یگان چی بود؟ عطار نیشاپوری. بله. ای درس عشقت هر شبم تا روز تکرار آمده، وی روز من به روی تو همچون شبی تار آمده. دل بنده شد رای تو را، روی دلارای تو را، خاکی کفی پای تو را، چشمم به دیدار آمده. تا نرد عشقت باختم، 6 روز یک نشناختم، چون جان و دل در باختم، هستم به زنهار آمده. بر عشق تویم نه صبر پیداست نه دل، به روی تویم نه عقل برجاست نه دل. دوام تید و این مطلب از کی بود؟ بر عشق تویم نه صبر پیداست نه دل، به روی تویم نه عقل برجاست نه دل. مطلب از کی است؟ ادامه تید. این در خاطرم نمانده است استاد. از همین تاریخی آمدن کلیله و دیمنه آگاه هستید؟ بله. چه خیلی آمده؟ اولین مراتب در هندوستان پیدا شده است. بعد وی به زبان عربی عبدالله ابن مقفر برگردانده است و همچنین با زبان تاجیکی ترجمه شده است. ابوالفضل بلعمی و استاد ابو عبدالله رودکی از نصر با نظم برگردانده است. از همین کلیله و دیمنه استاد رودکی یک پرچه قرائت کنید. هر که ناموخت از گذشت روزگار، نیز ناموزد ز هیچ آموزگار. برو ز تجربه روزگار بهره بگیر، که بهر دفع حوادث تو را به کار آید. کرا بزرگی و نعمت ز این آن بودی، ورا بزرگی و نعمت ز آل سامان بود. کنون زمانه دیگر گشت و من دیگر گشتم، عصا بیار که وقت عصا و انبان بود. شما از اثرهای ناصر خسرو را نامبر کرده اید، اما از 2 اثر آن در اینجا نیست. یکی جامع الحکمتند و دیگر خان الاخوان. آیا این اثرها چگونه اثر نظر و را مطالعه نکردم. از مشفقی یگان شعر بگو. گریبان را زدم چاک و نهادم داغ وای من، شب هجران نمی بودن اگر اینها دوای من. ز آسمان 100 بلا از بحر جان من فرود آید، فلک را گر شکافت در شب هجران دعای من. دوای دل به بیدردان نگویم مشفقی هرگز، که اهل درد می دانند درد بیدوای من. و معلم عزیز فکر میکنم که شما هرچی زیادتر هرچی بیشتر در دوره برنامه های تعلیمی ادبیات کلاسیکی معلومات دارید و بسیار میخواستم که بیرون از ادبیات تعلیمی از برنامه تعلیمی کدام اثرها رو خوندید؟ بیرون از برنامه‌های تعلیمی اثرهای ادیبان خلق‌های جهان، بیرق برداران اولیس گنچه را خوندم. همین بیرق برداران الیس گنچری که شما گفتی، این کدام نمودی رمان است؟ رمانی تاریخی می شود در کستان. از چند قسم عبارت است؟ قسمش اهمیت ندادم است. این تریلوگی است. بله، اثر سگانه. از عبدالرحمن جمعی. عبدالرحمن غزل؟ بله. همه یک سو بود، نادیدنی آن گل بدن یک سو، فراقی به کسی یک سو بود، یادی وطن یک سو. کی حیفی آدمی زاد است در این عمری 2-3 روزه، به زیر خاک می افتد کفن یک سو و تن یک سو. تمامی از کی؟ کمال خوجنده. یار گفت از غیر ما پوشان نظر، گفتم به چشم. وانگه دزدیده بر ما می نگر، گفتم به چشم. تشکر. جلالدین بلخی. جلالدین بلخی. بله. طواف کعبه دل کن اگر دل داری، دل است کعبه معنی تو گل چی پنداری. طواف کعبه صورت حقت بدان فرمود، کتاب واسطه ای آن دل به دست داری. حافظ شیرازی. یاری اندر کس نمی بینیم، یاران را چی شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چی شد؟ تشکر. زیاد دهلوی. امیر خسرو. بله. ای چهره زیبای تو رشکی بوتانی آذری، هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری.
هرگز نآید در نظر نقش زیرویت خوبتر. حوری ندانم یا ملک، فرزندی آدم یا پری. تشکر زیاد هلالی. برخیز تا نهیم سری خود به پای دوست. جان را فدا کنیم که صد جان فدای دوست. در دوستی ملاحظه مرگ و زیست نیست. دشمن به از کسی که نمیرد برای دوست. ابوالقاسم فردوسی. فردوسی پارچه از دوستان. چونین گفت لشکر به افراسیاب که چندین سر از رزم رستم متاب. زی جنگی سوار تو غمگین مشو، نگه کن بدین نامداران گو. چونان دان که و یک تن از آهن است، اگرچه دلیر است هم یک تن است. سخنهای کوتاه از او شد دراز، تو با لشکری چاره او بساز. سری او زی ابر اندر آور به خاک، از آن پس دی شاه و وزیران چی باک. و گلنسا در مجموع چقدر بیت از یاد میدونی؟ پارچه از داستان زیاده از 400 مصرع از یاد میدانم. غزل زیاده از 100 عدد. غزل عادتا غزل های کیا رو از یاد میدونی؟ بسیارتر غزل های حافظی شیرازی رو از یاد میدانم. غزل های سعدی شیرازی، غزل های ابو عبدالله رودکی، غزل های نظام گنجوی. نظام گنجوی غزلوش هستن می؟ هستن. کدامش قرائت کن کنی؟ زخم چو بر دل رسید دیده پر از خون چراست. چون تو درون دلی نقشی تو بیرون چراست. خود به جهان در مرا یک دلک بود و بس. ما همه چون یک دلیم قصد شب خون چراست. با همه خسته دلان دادگری کرده ای. چون به نظامی رسید قصه دیگرگون چراست. آفرین. مرامت حیاتی اکمون؟ از بهرام و بهروز یک خونید؟ بهرام و بهروز این من داستان رو از یاد نکردم، لیکن نقلش رو میدونم. کمالدین بینایی این وقتی که این داستان رو می نویسد خونید؟ یکو پارچه خورید؟ پارچهش رو از یاد نکردم. شد تمام. بس پدر استاد در پیش است. مرامت حیاتی اکمون؟ مرامت استاد. گلنسا هستید؟ خانم گلنسا، شما گفتید که حافظ دوست می‌داره و غزل هم خواندید. در همین غزلیات حافظ می هست، تصویر می هست. این کدام می است؟ میگن که می انگوری میشد، یعنی می انگور، می اصلی. بعد می با عرفانی هست، می مجازی هست. همین کدام می است در غزلیات حافظ؟ بیشتر به معنی می مجازی آمده است. سری فتنه دارد دیگر روزگار. چی؟ سری فتنه دارد دیگر روزگار. من و مستی و فتنه چشم یار. بیا ساقی آن می که حال آورد، فراغت فزاید کمال آورد. در اینجا کدام می بیشتر به کدام می اشاره کرده است؟ عرفانی. ساقی کیه؟ ساقی همون کسی که وای در شرابخانه کار میکند به مردم شراب میدهد. خیلی شراب ریزی با یگان میسی دیگر هم دارد، یگان وظیفه دیگر هم دارد. همین ساقی که تصویر میشه در اشعار کلاسیکون. وظیفه‌ش همین خوشحال کردن همین مردم میخونه. از خیام عمری خیام. بله، یک چند روبایی باید. گر یک نفست زی زندگانی گذرد، مگذار که جز به شادمانی گذرد. زینهار که سرمایه این ملک جهان، عمر است و به هر سان گذرانی گذرد. من از این نامیناسیا 100 غزل، 120 ربایی، 100 مصرع قصیده و پارچه از داستان بیش از 150 بیت. غزل، قطعه و داستان ها از کدام ادیبان بیشتر میدونید؟ از ادیبان کلاسیک، از ابو عبدالله رودکی، از حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، سعیدای نصفی. آفرین. مرحمت حیاتی اکمون. خوش، شما دانشجو هستید. همین قصیده سراهای مشهوری ادبیات ما نامور کنید. قصیده سراها حقانی شیروانی، انوری ابیوردی، ابو عبدالله رودکی، ثنایی غزنوی،
و یک تا دیگر بود که حبسی حالی، بیشتر قصیده حبسی حالی می نوشت. یک شاعر دیگر کلاسیک مسعود سعدی سلمان. قصیده سراهای اساسی، قصیده سراهای اساسی ابو عبدالله رودکی و حکیم. قصیده مادر می، شکایت از پیری. مرا بسود و فرو ریخت هرچی دندان بود، نبود دندان لابل چراغی تابان بود، سپید و سیم زده بود و دور و مرجان بود، ستاره سحری بود و قطره باران بود، نماند کنون زان همه بسود و فرو ریخت. بسود و بریخت، فرو ریخت نه. یک باید من میگویم سانی شما دوام بی سوالی من فهمید که من چی گفتم میخوام. عنصری تا دیگدان از نقره محمود کرد، 4 عنصری ازل را صدقه محمود کرد. عنصری تا دیگدان از نقره محمود کرد. ها اینجا شاعر همین عنصری یعنی 4 عنصر یک اثر ایجاد کرده است که به نام 4 عنصر. نه همین وقتی که قصیده سراهای مداح ما میگوییم باید عنصری و فرخی فراموش نشوند. این اشاره به آن همون مدحی از حد زیادی عنصری است که بر عوضی همون مدحاش حتی دیگرش هم اطلاع کرده است. این قدر چیزی زیادی گرفته بوده است از محمود. انا همین است. برای چی قصیده میگویند؟ معنای لغوی قصیده چی است؟ قصیده یک نوع ژانری هم شعری به حساب رفته. معنی لغویش ببینید قصیده. قصیده یعنی بیشتر در قصدش از چی است؟ قصدش از همون روزگار، از حیاتی که دارد. قسم اولی قصیده چی میگویند؟ قسم اولی قصیده رو یک غزل خوان از حافظ شیرازی. بله ها. یوسفی گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور، کلبه احزان شود روز گلستان، غم مخور، ای دلی غم دیده حالت به شود، دل بد مکن، وین سری شوریده باز آید به سامان، غم مخور. شهلا دومته آمد بری من کی یار کی وقتی سحر، ترسیده زی کی زی خسم، خسمش کی پدر، دادمش 2 بوسه به کجا بر لبی تر، لب بود نه چی بود عقیق بود چو شکر بود چو یمن بود شکر. خب شهلا در اینجا 2 مفهوم 2 عباره هست، یکی عباره خصم دیگری عباره عقیق. کنی شرح دی همین 2 عباره؟ خصم در اینجا به معنای دشمن یعنی خصم، معنای خصم دشمن می باشد. عقیق باشد یک چیزی که گرانبها، یک سنگ قیمت بها. و شهلا با داده قناعت بکن و با داد بیزی. با داده قناعت کن و با داد بیزی، در بند تکلف مزی آزاد بیزی. تکلف مشو آزاد بیزی. مرحمت حیاتی حکمون ادبیات کلاسیک نوشین، خواننده صنف نهم. ادبیات کلاسیک که میگوییم چه خیلی ادبیات است؟ کی سر شده است؟ از کدام وقت؟ از دوره ابو عبدالله رودکی که ادبیات تاجیک را زنده کرده است و اگر زنده کرده باشد معلوم شد که تا رودکی هم بود از ادبیات. چرا ما رودکی را، استاد رودکی را اساسگذاری ادبیاتمان میشناسیم؟ برای چی؟ با کدام دلیل ها؟ برای آنکه نوشین جان خوانید کنی از کی میخوانید؟ از ابو عبدالله رودکی.
دلا تا کی همه جای من را چی داری دست هرزه دشمن را چرا جای وفا از بی وفای چی که بی بهوده سرداهن را ایا سوسن بناگوشه کی داری برشکی خیشتن هر سوسن را بیا اینک نگه کن ردکی را اگر به جان روان خواهی تن را. همونجا کلمه هرزه استفاده کردی. هرزه چی گفته نگه؟ هرزه گویم بهوده. نوشین از نوروزنامه خیام میتونی برای ما یکون چی گفته؟ نوروزنامه خیام اساساً درباره عنعنه‌های نوروزی نوشته شده است که در آن رسم و رسومی همون جشن نوروزی مراسم عنعنه‌ها رمزهای نوروزی پیشکش نوشته است درباره نوروزی است جشن نوروزی. میروم امشب تو را بیدار خواهم کرد و رفت. زبونیسا میتونی دوام داده؟ میروم امشب تو را بیدار خواهم کرد و رفت نقد جان را صرف یک دیدار خواهم کرد و رفت بس که گیریم در فراقت همچو ابر نوبهار وادی هجران گل و گلزار خواهم کرد و رفت. و نوشین بیا تا گل برافشانیم و مای اندر ساغر اندازیم. دامتی بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم و طرح نو براندازیم اگر غم لشکر انگیزد که خونی عاشقان ریزد من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. ای خسروی خوبان نظر سوی گدا کن ای خسروی خوبان نظر سوی گدا کن رحم به منی سخته بی سر و پا کن تو هم جانی و جانانه دل. دامتی از کی است؟ در ادبیات خواندگیت هست؟ نوشین از زبونیسو ها؟ تا باد صبا را به گلستان گذری هست. تا باد صبا را به گلستان گذری هست مرغانی چمن را بره گل نظری هست. ای ساربان آهستران کارام جانم می رود. ای ساربان آهستران کارام جانم می رود وان دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود گرچه من لیلی اساسم دلچو مجنون در هواست. گرچه من لیلی اساسم دلچو مجنون در هواست سر به صحرا میزنم لیکن حیا زنجیری پاست. این از کی است؟ از زبونیسا. غزل از زبونیسا. غم میکند فزونی ای دوستان خدا را شاید نهفته ماند این رازی آشکارا ما را چمون بگداخت این آتش محبت تا چند باشد دل در سینه سنگ خارا مردیم و گردش چرخ رحم نکرد بر ما تا کی توان به دشمن صاحب دلان خدا را مستی و تنگ دستی بدنامی خلق سازد با طرز شهنازه گفتی خواندن اشعار زبونیسا را بسیار دوست می‌داری و میخواهم که ادامه بدی. غم میکند فزونی ای دوستان خدا را. غم میکند فزونی ای دوستان خدا را شاید نهفته ماند این رازی آشکارا ما را چمون بگداخت این آتش محبت تا چند باشد دل در سینه سنگ خارا تو هم جانی و جانانه دل خیالت مهمان خانه دل زلیخاوار از تصویر حسنت منقش کرده ام کاشانه دل.
گرچه من لیلی اساسم دل چو مجنون در هواست گرچه من لیلی اساسم دل چو مجنون در هواست سر به صحرا میزنم لیکن حیا زنجیری پاست. جمعه خان شما در این نامگوی اثرهایی که خواندید گفتید که رمز وطن نام اثری نظام قاسم رو هم خواندید. نظام قاسم کی است؟ رئیس نویسندگان جمهوری تاجیکستان. بله بله بله. چه اثرها نوشته؟ شعراش از یاد میدونه؟ بله. مرحبا. به همت عمری زیبا را هم از صرفی وطن کردی، وطن گفتی زی جان و گوش بر حرفی وطن کردی. کسانی را که دل هر جانب و رو هر طرف بودند به آغوشی وطن خواندی و هم طرفی وطن کردی. تو یاری بر همه دنیا ایا ای یاری استقلال، بود دست و دلت پیوسته اندر کار استقلال. به هر جا مانده ای از خیشتن آثار استقلال، مبارک جشن استقلال ای معمار استقلال. تشکر جمعه خان. جمعه خان گفتی از روی نامیناسی ادبیات معاصر میخوای آزمایی کنی امروز. یکی از رمان های استاد جلال اکرامی من گناهگارم نام دارد. بله. برای چی جلال اکرامی اثر رو من گناهگارم نامید و قهرمان اساسی این اثر کی است؟ قهرمان این اثر دیرکتور یک مؤسسه می باشد که با هر گونه دسیسه هایی که از طرف دوست دیرکتور مؤسسه کرده می شود زوجهش به او شک می برد و این باعث می گردد که او خودش رو در این جوده گناهگار حسابد. در کجا می گوید که من گناهگارم؟ در کدام لحظه؟ در لحظه که وقتی که سوریا با او شک میکند و او با او گپای قبیح میگوید و در اون لحظه میگوید که من گناهگارم. همین خیلی بود میکنی باید درست‌تر فکر کن. مرامت هایت یکمون. شما داستان سپیتمی را خونده اید با شعر؟ اگر خونده باشید میدونید که برای چی من نمیره از شما پرسیدم؟ متاسفانه نه. این از سیدالله امین است، ادیبی که در قبادیان زندگی میکرد. جمعه خان وطنداری از استاد محمد غایب. بله. میدونی؟ بله بله. کنی مرامت. همان راهی که پایانش نمیبینم وطنداری است، همان دردی که درمانش نمیبینم وطنداری است. با خونی ناف هر کی هست از آن جان دارد، دل را به غمی جانش نمیبینم وطنداری است. روز دل می گفتم هر یک مرهمی می داشتم، شکوه ها می کردم از غم همدمی می داشتم. از تماشای برای گلی چی گفتن؟ نامیش غزل چی است؟ گلی سرخ. مؤلفش؟ مؤلفش صدرالدین عینی. آفرین. مرثیه دارد عینی؟ یگون مرثیه هم دارد؟ مرثیه؟ بله. متاسفانه با خبر نیستم. پوستی خوبان از استاد مهمان بختی. بله. کنی؟ چی میدونی دربارش؟ وقتی که یکی از جنگاوران جنگ بزرگ وطنی صاحب که با دسیسه های زیادی از خوبان جدا می شود، وقتی که از جنگ برمیگردد خوبان با آن همان سیمای زنانه دهاتی دویده به پیشواز او برآمدنی می شود، اما آن قهر و غضب یا آن دسیسه هایی که مردم با او کرده بودند با او اجازت نمیداد یا دلش اجازت نمیداد که رفته با او صحبت نماید یا او را با آغوش گرفته قصد مردم را از دل خود برآورد. از روی نامیناسی ادبیاتی بچگانه میرسعید میرشکر، عبید رجب، علی ووجان، جوره هاشمی، افسانه های خلق تاجیک و غیره و غیره و در برابر ادبیاتی بچگانه وطنی ادبیاتی بچگانه جهانی را نیز برای ما و شما شکرانه بانو پیشنهاد کرده است. مرحمت. عبید رجب شمال خنک میخورد. دروازه را کی بد شمالک، حولی ما کی بد شمالک، در پشته ها کی تازد شمالک، حولی ما کی بد شمالک، با پشته ها کی تازد شمالک، معنی آن کی داند شمالک.
و شکرانه بانو در رویخط ادبیات از افسانه های طلایی. مرامت درباره افسانه های طلایی. مرامت هایت یکمون خواهش میکنم. از گلچهره سلیمانова یک تا شعر گو. بیبی جانم می آید، دل و جانم می آید، از راهی دور می آید، بزر می آید. بیبیم آید ما خورسند، کیسه هایش پر قند. آفرین شکرانه. نویسندگان ادبیات بچگانه وطنی را میتونی نام بر کنی باید یکم. میرسعید میرشکر، گلچهره سلیمان و امینجان شکوهی، عبدالملک بهاری، نعمان رازی. ما از پامیر آمدیم مسکو روان شدیم. خوب کردیم در وگان، بیدار شدیم در کگان. آفرین آفرین. از کی هستین؟ از میرسعید میرشکر. میرسعید میرشکر. آفرین. اونا چی هدف داشتن و کجا باید میرفتن؟ آنها میخواستند که در مسکو روند و بعد کاندکتوری موی سفید چی گفت؟ گفت که موی سفید آنها گفتن که شما در وگان خواب میکنه. دکتر موی سفید گفت تا به ما خب شدی. نه برای دست وگان مسکو نیست کاگان. مرمت هایت یکمون ادبیاتی بچگانه. یوسف جان احمدزاده شعر بگو. چیکار؟ یک خز گربه میزند، دو خز گربه میزند، از کنج خانه میدود تا آستانه میدود. گربه چیکار میکند؟ فکری نهار میکند. موشک گورست گربه جان، تو را شکار میکند. جوره هاشمی سروده که درباره حرفی او. حرفی آ را میدانم، نوشته میتوانم، دهانی آ دایما وا، مگر گوش نمانده است آه. آفرین آفرین. مرمت هایت یکمون. بود نبود بودگار بود. پالز نبود شودگار بود. در یک زمان در یک مکان شاهی خلائق مار بود. ماری کلانی زر بود، بی‌حتبت و خونخوار بود. و مهینه بانو در رویخط ادبیات ها نوشتی که از قصه های معنوی مثنوی نیز خونده استی. بسیار میخواستیم که از مثنوی معنوی برای ما قصه رو نقل کرده باشی. قصه فروشنده و طوطی. یک مرد فروشنده بود. یک خریدار به نزد فروشنده می آید و از او التجا می کند که به او طوطی خود را فروشد و خریدار راضی نمی شود. فروشنده راضی نمی شود که طوطی خود را به خریدار فروشد و خریدار هم از مغازه او بیرون می شود و فروشنده هم می رود. یک گربه می درآید و طوطی همه چیز را چپه می کند و آمده آن را فروشنده جزا می دهد و او را کل می کند و او به یک شاخه درخت می نشست. چرا فروشنده نخواست که طوطی را فروشد؟ برای آنکه ای طوطی گپ زنان بود، برای همین نمی فروشم گفته به خریدار همین طور جواب داد و او به یک بوته نشست و در آنجا یک مرد میگذشت. او هم کل بود. طوطی به مرد گفت تو هم کل شده ای؟ گفت مثل من. آفرین آفرین. پیش از همه میخواهیم ادیبانی بچگانه تاجیک را نامبر کرده باشی وزیر. میرسعید میرشکر، گلچهره سلیمان و امینجان شکوهی، عبید رجب، جوره هاشمی، علی باباجان. امیرسعید میرشکر یک داستان. گنجشکک. گنجشکک مایده یک و خوش را یک، در پنجه شاخچه ها، در بالای بوته ها، نشسته بازی میکرد، نغمه نوازی میکرد. در وقت بازی کردن
چغجوغ نموده خواندند از گردنش مرجان ها در درونی بوته ها افتیدند و گم شدند بوته ها بلند بودند. آفرین، ما میدونیم که خیلی خوب از یاد کردی این شعرها و از آیت یکمون بسیار خواهش میکنم مرحمت از ادبیات بچگانه به وزیر سوال ها. وزیر جان گفتی که علی بابا جان این شاعری بچگانه است، برای شما چی نوشته است؟ شعر. کنی یگان تشخون؟ فاطمه چومچوق تو با چق و چوق کجا پریدی چرا پریدی هوا خیلی سرد از راه خود گرد جامعه تونوک میخوری خونوک آخر تو گوشنه و تشنه. پیشنهاد کردی که 10 شعر طلایی نام یکی از اشعار خوانده تو 10 شعر طلایی کنی چی بود این ما هم فهمیم؟ شعر 10 شعر طلایی. همین معلم یا معلمه چی فامیلش چی است که شما را شعری قدر می آموزند؟ در صنف 4 اشمت و اویشه تیار کرد، بعد در صنف 5 هلال رودابه. آفرین، برای که 6 نفر از این 12 نفر نوعی قبادیان از صنف 3 مکتب رقم 3 بله صنف 5 مکتب رقم 3. آفرین، معلومات گویند که حیات من همین حکمان رحمت گفتند هر دو معلمات و تشکری هیئت حکمان با آموزگاری که شما را آماده کردن. 114 اثر در اینجا پیشنهاد کردند. سپیدوانو مرحمت از اشعار عبدالملک بهاری ترسونزاده، خلیلای خلیلی حتی میر سعید میرشکر گلنظر کلدی جورخون عبید عبید رجب در مجموع زیاده از 114 اثر را سپیدوانو خوانده است. مرحمت خواهش میکنم. سوال ها کجا رفتی انور جان؟ ادامتی سفیده. کجا رفتی انور جان؟ کجا رفتی انور جان؟ صحرا رفتم مادر جان. چرا رفتی انور جان؟ که آوردم مادر جان. که چی لازم انور جان؟ زبان مادری من یوسف جان احمدزاده. ره میگویم من برو. دارو دیگر دارو نه، آلو دیگر آلو نه. ره میگویم من برو. ره ره ره. چراغکی رهنما. چراغکی رهنما دارد هر یک گذرگاه. هر سرنگی به نورش نشان دهد به ما را. اسب بهادر از شاخ سنجید سایه انگور سیده برچک مست به باغ آمد. از بامکی پس جسته فرامد. بدید محکم 4 طرف را. مرا تنبل نگوید. تنبل بدل افسانه است این دختری که سبد میبافت. استرالیا از اشعار ادیبان استرالیایی بود. نبود یک دختره بود او سبد میباخت. او دختری یک شرمگین بود. خوش خرج ممسک دوچند بود. نبود یک آدم با نام ممسک بود. او اصل و نان میخورد. باره در پیشش یک هنرمند. ممسک چی معنی دارد؟ ممسک بله. ممسک خسیس. خسیس ها؟ خسیس. آفرین. سفیده تیزگویک میدونه؟ بله. مرحمت. زاقر گفت غزغه، غزغه گفت زاقر. صبح سه شنبه شیناندم شفتالو. صبح شنبه شیناندم اولو. زیره ریزه میزه در زیر میز میریزه. دوستان انبه و رنبه. بودند دوستان موشان انبه و رنبه بودند. و یک گربه بود که آنها را همیشه میخورد. و گربه پیر شد و گفت که ای موشان بیایید. برای چی نگاره بهای 2 گرفت؟ نخو کنم می؟
марҳамат. Буданд набуданд дугонаҳо, нигораву зарина буданд. Нигора ранги сабз надошт ва зарина бошам дошт ва гуфт ки ба ман мурғобияки худписанд. мурғобияки худписанд. бале, мурғобияки худписанд. сафеда устод дар кор аст? бале. кани буд набуд як донишманде буд. Вай ба пеши як ҳунарманд рафту пурсид: оё ба ман устод лозим аст? Гуфт ки ин ҷавобро ба ту фардо медиҳам. Гуфт: ана ин дар дуруни қутича як чизе аст. онро ба як дӯстам медиҳӣ. фардо саҳар биё, ман онро ба ту медиҳам. Гуфт: майлаш. гуфта офарин сафеда. шумо музгори забони русӣ ҳастед? бале. марҳамат. ҳайати ҳакамон зокирова дилшода пешниҳод кардааст рақам намондагӣ адабиётош, но ба ҳар ҳол мешад. марҳамат. дар доираи адабиётҳои хондааш ҳам адабиётҳои рус ҳастанд ва ҳам адабиётҳои ҷаҳонӣ ҳастанд. бисёр кам ҳастанд. бисёр кам аст. бале, бисёр кам аст. ба ҳар ҳол фикр мекунам ки маълумаи азиз дар доираи барномаи таълимии адабиёт кадом мавзӯъҳое ки дар адабиёти таълимӣ ҳастанд аз рӯи ҳамон омода шуда омаданд бисёр хуб аст. барои шумо муваффақият мехоҳем ва боварӣ дорем ки ҳайати ҳакамон ҳозир аз рӯи асарҳои хондаи шумо ба шумо саволу ҷавоб мекунанд. марҳамат. мумкин аст? марҳамат. дилшодабону, шумо дар рӯи хатти асарҳое ки хондаед аз Пушкин ду-се ҷо зикр кардаед. хуб. Пушкин ва адабиёти форсӣ, тоҷикӣ ягон алоқае дорад ё на? бале. марҳамат. як пораи шеъри хон барои ба фикроятро ҷамъ кардан барои мо, баъд аз он ба саволот ҷавоб мегӯем. марҳамат. Из романа в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгения Онегин. Письмо Татьяны». бошад. Я к вам пишу, чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю вашей воли. Меня презрением наказать. Но вы к моей несчастной доле хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела. Хоть редко, хоть неделю раз. бисёр ташаккур. ва дар хати адабиётҳои пешниҳод кардаат яке аз асарҳои Гусейнов мои Таҷикистан ва Гусейнова муаллифи адабиёти китоби забони русӣ кадом синфҳо ҳастанд? 7 класс. марҳамат. ҳайати ҳакамон. як масъала ҳамин дар тибқи низомнома дар номинатсияи адабиёти ҷаҳонӣ бисёр адабиётҳои фарогири бисёр давлатҳо яъне адибон пешниҳод шуданд, лекин мутаассифона дар рӯйхати пешниҳодгардидаи шумо андар кам дида мешавад. ҳамин дуруст аст ё боз медонед барое ки низомнома ҳам тариқи Могу рассказать Джека Лондона повесть «Белый клык». аз Сергей Сенин ягончику аз ҳама шеъри машҳур дорад. шагане тимая шагане. Потому что я с Сибири, что ли? дилшода, асосан худат хондани асарҳои назмӣ ё насрро дӯст медорӣ бештар? Насрӣ. марҳамат. кадом асари дӯстдоштаи худатро мегӯӣ барои ҳайати ҳакамон? асари дӯстдоштаи худатро дуруст қироат кардаастӣ ва дар бораи он хуб медонӣ? Поэма Мцыри «Исповедь». Ты слушайте исповедь мою. Сюда пришел, благодарю. Все лучше перед кем-нибудь словами облегчить мне грудь. Но людям я не делал зла, и потому мои дела немного пользы вам узнать, а душе можно рассказать. Я мало жил и жил в плену, таких 2 жизни за одну, но только полную тревог я променял бы, если смог. Я знал одной лишь думы власти,
одну наполненную страстью. ташаккури зиёд дилшода мо дидем як эҳсосоти баланд кати қироат карда истодаи мо аз ин хурсанд шудем ки аллакай худат бисёр ба озмун ба саволҳои ҳакамон ҷавоб додан омода шудӣ ва дар ҳақиқати адабиёту аст повести Чингиз Айтматов «Джамиля». Джамиля. Бале. Повесть написана в годы Великой Отечественной войны. Главная героиня является сама Джамиля. Рассказ идет от уст 15-летнего мальчишки. За брата этого мальчишки вышла замуж Джамиля. من امروز در آزمون ولایتی فروغ صبحی دانایی از روی نامیناسیون ادبیات کلاسیکی تاجیک، ادبیات معاصر، اینچنین ادبیات جهان، ادبیات روس اشتراک کردنیم. و آقای جمال شما آموزگاری فن زبان روسی هستید؟ بله. آفرین آفرین. و روی خط ادبیات‌های پیشنهاد کرده تا نیز در دست هیئت حکمان هستند و ما می‌بینیم که با وجود آنی که آموزگار هستید و افتخار از کسبتون میکنید لیکن به هر حال روی خط خیلی کم برای ما پیشنهاد کردید یا خاکساری کردید یا نخواستید که همه اثرهای پیشنهاد کرده اتون رو به ما پیشنهاد کنید. اثر بود معلومه خیلی چی کرد؟ اساساً از روی نظم میخواهید که بله از روی نظم اشتراک کردنیم. پارچه ها، ربایی ها، غزل دو بیتی ها 40 مصرع از عبدالله رودکی، حافظ شیرازی، ابوالقاسم فردوسی، عمر خیام، مرحمت بدرالدین هلالی. اینجا آمیخته آمدید معلم عزیز. ادبیات کلاسیک هست، ادبیات معاصر هست و ادبیات جهانی هست. اساساً امروز از روی ادبیات جهان، ادبیات روس اشتراک کردنیم. ادبیات جهان هایتی یکمون. ادبیات جهانی مرحمت. یک شعر قرائت کردنیم اگر ممکن باشد. مرحمت. از ایجادیات شاعر شناخته روس میخائیل یوریویچ لرمونتوف شعر سمیرت پوئتا که با فافتی الکساندر سرگیچ پوشکین بخشیده شده است قرائت کردنیم. Погиб поэт, невольник чести. Пал оклеветанной молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид. Восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит. Убит. К чему теперь рыдания? Пустых похвал, ненужных хор и жалкий лепет оправдания. Судьбы свершился приговор. Не вы сперва так злобно гнали его свободный смелый дар и для потехи раздували чуть затаившийся пожар? Что ж, веселитесь. Он мучений последних вынести не мог. Угас, как светоч дивный гений, увял торжественный венок. Константин Симонов, жди меня. Сейчас мы сразу медонет. Симонов, Марамат. Жди меня, и я вернусь, только очень жди. Жди, когда наводит грусть желтые дожди. Так, Пушкин, Сибирь. Во глубине сибирских руд храните гордое терпение. Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Несчастье верная сестра в надеждном мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье. از ایجادیات اساسگذاری ادبیات کلاسیک ازبک علیشیر نوایی 4 مصرع ربایی خواندنیم. غربتda g'arib shodmon bo'lmas emish. El anga shafiq u mehribon bo'lmas emish. Oltin qafas ichra agar qizil gul bitsa, bulg'ulga tikondek oshiyon bo'lmas emish.